سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. اسم من ابراهیمه و نویسنده و راهنمای گردشگری در اصفهان و ایران هستم و قصد دارم تا با هم دیگه بریم و زیبایی‌های کهنگیار رویاییمون ایران رو ببینیم و لذت ببریم. پس خواهش میکنم با من همراه باشید در اولین قدم برای دیدن زیباترین و مهمترین مکان تاریخی شهر اصفهان، یعنی میدان نقش جهان. خب دوستان، اصفهان از گذشته دور مرکز گردآوری سپاه ایران و مهد شکل‌گیری انقلاب‌های بزرگ بوده، به طوری که کاوه آهنگر که بر علیه ضحاک قیام کرد رو از اصفهان می‌دونستند. جی گابای سپاهان و صفاهان از اسامی قدیمی اصفهان هستند. اصفهان در چند دوره تاریخی پایتخت ایران بوده که از اون جمله دوره آلبویه، دوره سلجوقیه و دوره صفوی هست و آثار فراوانی از آن دوران به یادگار مونده که مهمترین آنها میدان نقش جهان هست. خب برای دیدن میدان نقش جهان میتونیم از خیابان استانداری یا حافظ وارد بشیم. این ورودی خیابان حافظ هست. در انتهای خیابان حافظ به این ماشین های برقی میرسید و میتونید از اونها برای گردش دور میدان نقش جهان استفاده کنید. در حال حاضر قیمت استفاده برای هر نفر 10,000 تومان و این هم خیابان استانداری که اکثر توریست ها از این خیابون وارد میشن. خیابان استانداری از گذشته دور به ویژه در دوره صفوی محل قرار گرفتن اماکن دولتی بوده و به همین دلیل به دولتخانه معروف شده. امروز هم استانداری و بعضی از ادارات و بانک‌های مرکزی در این خیابان و خیابان سپه واقع شدند. اما خیابان استانداری چندین ورودی به میدان نقش جهان داره که مهمترین آنها عبارتند از خیابان سپه، کوچه سعدی و کوچه پشت مطبخ. مطبخ به معنای آشپزخانه است و در زمان صفوی آشپزخانه دربار در این محل قرار داشته. البته ورودی اصلی میدان نقش جهان در زمان صفوی برای مردم عادی از این قسمت بوده، یعنی بازار قیصریه. وقتی پا به میدان می‌گذاشتید با سازه عظیمی به طول 525 متر و عرض 159 متر روبرو می‌شدید. درسته، واقعاً شگفت انگیزه. نکته جالب اینجاست که بازار مانند رودی که به دریا میریزه در میدان گسترش پیدا میکرده و یک نمایشگاه دائمی پرشکوه با تعداد بیشماری از چادرهای جاری به وجود می آورده که هر کدام محل عرضه انواع کالاها توسط بازرگانان داخلی و خارجی بوده. این هم نمای میدان از سمت مسجد جامع عباسی. چه چیز جالبی نظر شما رو جلب میکنه؟ بچه‌ها، سرتاسر تاریخ، ادبیات و هنر ما سرشار از رمز و رازهای شگفت‌انگیزه که من به اونها ایده های هوشمندانه میگم. همونطور که ممکنه شما هم حد زده باشید با اینکه طول میدان ثابته، اما از زمانی که از بازار قیصری یعنی این نما وارد میدان میشیم، میدان رو بزرگتر از اندازه واقعیش میبینیم. اما دلیل اون چیه؟ مهمترین دلیل خطای دیده که تا 200 متر میدان رو از این سمت بزرگتر نشون میده و این به خاطر این بوده که میدان در نظر بازدید کنندگان
بسیار پرشکوه‌تر از اون چیزی که هست به نظر برسه. اما این خطای دید چگونه ایجاد شده؟ در واقع اگر میدان نقش جهان رو به 10 قسمت تقسیم کنیم، همه بناهای اصلی یعنی مسجد جامع عباسی، کاخ آل قاپو و مسجد شیخ لطف‌الله در 4 قسمت اول میدان واقع شدند و بقیه میدان در 6 قسمت بعدی. بنابراین فاصله ما تا بناهای اصلی از سمت بازار قیصریه بسیار بیشتر و طول میدان بزرگتر دیده میشه. حالا اجازه بدید تا ضمن گردش در اطراف میدان بقیه توضیحات رو خدمتتون عرض کنم. دوستان، از آغاز تاریخ تا به امروز قدرت‌های بزرگ تلاش می‌کردند قدرتشون رو به دیگر کشورها نشون بدن. ایجاد ارتش‌های بزرگ، رونق اقتصاد، گرد آوردن دانشمندان، هنرمندان و پزشکان بزرگ و توجه به فلسفه، ادبیات و هنر، به ویژه هنر معماری و موسیقی، همه نشانه قدرت و عظمت یک کشور و ظرفیت تمدن سازی اون بوده. اگر تاریخ ایران رو به 2 قسمت قبل و بعد از اسلام تقسیم کنیم، بدون شک سلسله صفوی مهمترین سلسله بعد از اسلام هست که تأثیر عمیقی در تمدن، فرهنگ و تغییر عقاید در ایران به جا گذاشته. شاه عباس اول میخواست پایتخت دولت صفوی رو از قزوین به اصفهان منتقل کنه تا شکوه و عظمت دولت صفوی رو به جهانیان نشون بده. به همین دلیل هنرمندانی از سراسر جهان رو به اصفهان آورد تا شهر رو دوباره طراحی کنند. اولین نتیجه این اقدام ساخت این میدان شگفت‌انگیز بود. همانطور که قبلا هم گفتم، میدان نقش جهان درست مانند بدن انسان با نسبت 4:6 طراحی شده و هر یک از بناهای اصلی به طور نمادین محل قرار گرفتن یکی از اعضای اصلی بدن هست. از طرف دیگه دولت صفوی بر 5 ستون قدرت استوار بود که آنها رو توسط همین بناها به شیوهی فلسفی و سمبولیک در معرض دید جهانیان قرار میداد. اما این 5 ستون قدرت عبارت بودند از: اول، قلب میدان یعنی کاخ آل قاپو که نماد سیاست هست. دوم، سر میدان یعنی مسجد جامع عباسی که نماد جامعه و مردم هست. سوم، کبد میدان یعنی مسجد شیخ لطف‌الله که نماد پالایش روحی و مذهب هست. چهارم، پاهای میدان یعنی بازار که نماد حرکت و اقتصاد. و پنجم، 2 دروازه بازی چوگان که نماد ورزش هست. حالا به نظر شما مهمترین ستون قدرت چیه؟ سیاست، مردم، مذهب، اقتصاد یا ورزش؟ لطفاً برام کامنت کنید.